میفته، مثلا توی ما ایرانی ها، چون ما وقتی پولی که به یک چیزی میپردازیم اگه $10 میدیم مثلا به یک نفر میدیم، توقع داریم که طرف برای ما $50 کار میکنه. ما توقعمون در خیلی مسائل زیاده بوده، ولی وقتی شما یک توری رو اونم برزیل میبرید باید تجربه کاری داشته باشید. میخواید ببری فرانسه باید تجربه داشته باشی. از اینجا که از تهران به کرج میخواید ببرشون، به مشهد هم نمیخواید بریم به زیارت، میبریم به یک کشور دیگه 10,000 مایل دوره. گول نخورید دوستان عزیز. دیگه امروز اکثر شما 2 کلمه انگلیسی یاد بدید. تو هر کشوری بگید که همینقدر بتونید یک مقدار انگلیسی حرف بزنید، کسایی هستن که میان با انگلیسی حرف میزنن. شما احتیاج میتونید ندارید. برید روی اینترنت هتل میتونید رزرو کنید، بلیط هواپیما میتونید بگیرید و در اونجا هم درصد نقشه به شما میدن، راهنما شما رو میکنن. هیچ احتیاجی ندارید که مثل معذرت میخوام مثل یک چوپونی که اصلا وارد نیست شما رو معذرت میخوام مثل یک گوسفند بریزید جلو. نکنید آقا، گول نخورید. آخه ما چقدر باید تو زندگیمون گول بخوریم؟ 100 سرمون در خیلی مسائل کلا رفته، با طرف که رنگ عوض میکنه یک راهی دیگه میاد با سرمون کلا میذاره. بابا دیگه بزرگترین کلاهی که سر ما رفت که به نام یک مرد خداوند به نام خمینی که باعث دربدری و بدبختی و حتی بعضیا فامیل و شوهر و خواهرشون از دست دادن، هنوز ما باید گول بخوریم؟ هر جا میخواد برید، هر کار میخواد بکنید، یک مقدار دربارش تحقیق کنید. قبلا در یکی از برنامه گفتم آقایون خانمایی که در لس آنجلس زندگی میکنید، اگر میخواید به کسی پول قرض بدید یا فلان وکیل میخواید بدید یا فلان دکتر میخواید بدید یا میخواید با یک نفری یک بیزینس رو باز کنید، به من زنگ بزنید. چون من اکثر نمیگم همه رو، ولی اکثرش رو میشناسم و خالصانه به شما میگم که آقا این دکتر یا این مهندس یا این اینشورنس یا این مکانیک آدمای صادقی هستن یا نه. زیاد به حرفاشون اعتماد نکنید. اگرم ندونم برای شما تحقیق میکنم تا اینکه بدونم. نمیگم 100%، ولی سعی میکنم که وظیفه خودم میدونم که سر شما کلا نره، مورد ظلم یک چند دست تو جامعه قرار نگیریم به خاطر منافع خودش. اینو من وظیفه خودم. حالا بریم پس به قسمت دیگه برنامه.